دادستانی کل تاجیکستان بنابر معلومات اداره امبودسمن و یا وکالتدار عاید به حقوق انسان نامه خویشاوندان چندی از محبوسان را تحقیق دارد. نامه آخر ماه ایون به مقامات تاجیکستان فرستاده شد و در آن آمده است که نزدیکان محبوسان در یک معرکه سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. با مراجعت بر رئیس جمهور، دادستانی کل و وکالتدار حقوق انسان، مؤلفان نامه گفتند در تلویزیون‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی منتظم مطلب و نوار و فیلم‌های پهن می‌شوند که در آنها نزدیکان ما را مجبوری به نوار می‌گیرند تا ضد رقیبان سیاسی استفاده کنند. همچون نمونه از پیام‌های ویدیویی جمشید نرزولایف، محمد علی رحمت اللهیف، حکمت الله سیفов و فرزانه سیف الله زاده یادآوری شده است که چند پیش حزب ممنوع نهضت اسلامی و سران و فعالان آن را به تروریسم ایبدار می‌کردند. با اشاره به این، امضا کنندگان نامه فشار و مجبور کننده را خلاف قانون و از سوی دیگر دلیل محبوس سیاسی بودن نزدیکانش را نامیدند. دستگاه امبودسمن و یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان گفت برای آغاز تفتیش همه جانبه این شکایت روز 3 ایول به دادستانی کل تاجیکستان درخواست فرستادند. از نتیجه آن به امبودسمن و مؤلفان نامه خبر داده می شود گفتند در این اداره. اما حسن‌الدین ندایف، سردار شعبه سیاسی اداره وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان، میگوید در نامه نامعینی‌های وجود دارد. انا باید تفتیش کرده و وکالتدار عاید به حقوق انسان صلاحیت تفتیشاتی را ندارد. چون که باید یکمی نام آدم گفتگی نیست که از طرف کی همین مجبور کرده است و نام مقامات گرفتگی هم ما این از زیر نظارت به پرکاتور روان کردیم برای تفتیش بردن یک جایه بررسی نمودن. مؤلفان نامه بر اینند که نوارها مجبوری ثبت می شود، ولی با اثبات این ادعا اقرار هیچ کدام از اشتراک کنندگان پیام های ویدیویی را نمی آورند. آنها می نویسند. مثال دیگر که ما می خواستیم شما به آن دقت کنید، برآمد ویدیویی فرزانه سیف الله زاده، دختر محبوس سیاسی حکمت الله سیف الله زاده است. در برآمد فرزانه بر علا دیده می شود که او اختیاری نه بلکه در نتیجه مجبوری، فشار و فریب و یا تهدید مصاحبه داده است و احتمال می رود که پیوندان دیگری محبوسان سیاسی از ترس و تهدید مقامات که هیچ کجای همرسانه‌ای نشده و یا اینکه نخواستند رسانه‌ای شود چگونه باشند. در نوار تحریر شده فرزانه سیف الله زاده که در شبکه‌های اجتماعی دسترس است 2 لحظه هست که می‌خواهد ثبت را قطع کنند. در یکی از این لحظه ها میگوید من این طور نمیتوانم. تلاش های ما برای صحبت با فرزانه سیف الله زاده ناموفق بود، ولی مادرش روز 4 ایول گفت ویدیو را در ناحیه 5 ثبت کردند. فراغت سنگینه و همسری حکمت الله سیف الله زاده که فعلا در خارج از تاجیکستان قرار دارد گفت و همه همیشه غم داده بودن، همه سیاسی ها، زندانی های سیاسی، همه شون عزیزان فرزنداشون در کلیناشون. احتمال می رود برای تفتیش شکایت شرکت کنندگان پیام های ویدیویی مورد پرسش قرار بگیرند. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب، یکی از اعضای زندانی حزب منع شده، میگوید در آخر ماه ایون نزدیکانش را مجبور کردند که ضد رهبران حزب در خارج اظهارات دهند. وی میگوید که این کار بعد از پخش برنامه خیانت در تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان صورت گرفت. در گذشته نیز ویدیوهای همسان ضد افراد و گروه‌های مخالف دولت تهیه و پخش می‌شدند. یک علامتی سازمان یافته بودن چنین نوارها در آن است که با تغییر موقع کردن مخاطبان آنها تهیه و پخش پیام‌ها نیز قطع می‌گشت. چنانچه 6-7 سال پیش سلسله از چنین پیام‌ها نسبت به رهبر سازمان وطندار، روزنامه‌نگار و سیاستمدار داداجان عطاالله پخش گشته بودند. والدین شراف‌الدین گدایف، عضو پیشین گروه 24 و حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، ماه اکتبر سال 2014 در پیام ویدیویی از او خواست که برنامه‌های ضد حکومتی را خاتمه دهد و شکرانه آرامی آبادی کند و به وطن برگردد. در ماه مارس امسال نسیم جان بدالف، ساکن ناحیه 5 و برادر شابودین بدالف، عضو گروه 24، در پیام ویدیویی از برادرش خواست که به نزد پدر و مادر برگردد و آنها را در ایام پیری نگاه و بین کند. مؤلفان نامه می نویسند با تجربه فشار آوری به نزدیکان ما که در وطنند، اینچنین سوء استفاده آنها در مبارزه های سیاسی باید خاتمه داده شود. دستگاه امبودسمن و یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان میگوید از نتیجه تفتیش نامه به امبودسمن و مؤلفان نامه خبر داده می شود. اما شهرت قدرتوف، حقوقدان تاجیک میگوید که این عریضه یا به جواب میماند یا جواب دادن می شود که نسبت به خویشتباری آنها تهدید، شکنجه و فشار عموما جای ندارد.